شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 19. زن این رو گفته در این نشریات رو ترقاص زده پوشید. پس از 2 ساعت تلفن دیرکتور جرینگاس کرد. از گوشک تلفن آوازی کاتب حزب ولایت شنیده شد. از برای ثواب کاری بکن. التجا می نمود کاتب که این زن دیگر نزد من نآید. به نف کردن شیشه روی میزم فرصت نمی یابم. وی هر بار برای میز مشت زده شیشه را می شکند. عاقبت چی شد می گوید؟ پوستی لیو تولستوی حاجی مراد اینچنین کتابچه بچگانه غمزت سردسته را از نقشه برآورده پرتافتند. از حساب این 2 کتاب به نقشه مجموعی شعرهای شفری آن زنکی شطاح را داخل کردند. بعد این میبایست صلح و صلاح میشد، اما دیری نگذشته جنجالی نوی برخاست. مقل برای آن بود که به مجموعه صورت شاعر را جای ندادند. آدمانی بی وجدان داد میگفت زنی به خشم آمده. شما میترسید که آدمان از همین شماها زیباتر بودن شوهری مرا میبینند. انا برای همین صورتش را چاپ نکردید؟ نه، جواب داد دیرکتور نشریات. ما نمیدانستیم که در این کتاب صورتی کی را جای دهیم، از آنی تو را یا از آنی شوهرت را. خیر چی؟ پیسخند زد زن. حالا معلوم نیست که اگر من نمی بودم وی شاعر می شد یا نه. ابو طالب آن شاعر را دوچار آمده گفته است: گوش کن، زنت را 1 هفته به من ده، من فوراً لئوریت مکافات استالینی می شوم. از کجا ابو طالب؟ من با وی 10 سال این جانب زندگی کرده اقلاً مکافات حاجی خاصم را نگرفتم و از زنت کمی استعداد طلبی نمی شود. قصه ابو طالب و خاتمت. ابو طالب اول چوپان بود، بعد سفیدگری را معقول کرد، اما نی چوپانیش را همراه خود گرفته می گشت و دمی فراغت می نواخت. کسب سفیدگری او را از یک اول به اول دیگر می برد و از روی گفتی بعضی ها در کولی و قول دیگرها در کموهی روز به نزد ابو طالب خاتمت نام دختره کوزچی شکاف را برای درست کردن گرفته می آید. ابو طالب آن کوزچه را مدتی دراز درست می کند. گاه کوزچه را 1 سو گذاشته به فرصت تماکو می کشید، گاه کوزچه را 1 سو گذاشته نی می نواخت، گاه کوزچه را 1 سو گذاشته به خاتمت هر خیل قصه و افسانه ها می گفت. خاتمت سفیدگر را شتاب کننده دوغ می زد. کاش که تماکویت را کوتاه‌تر می پیچاندی. نه خاتمتی عزیز، اکنون تماکو را 1 آرشینی می پیچانم که دور و دراز دود دهد. عاقبت دخترک به تمام قهر می کند و ابو طالب مجبور می شود کوزچه‌اش را برگرداند. کوزچه نه پناه بر این می درخشید. ابو طالب همین خیل کوشش کرده بود، اما با کوزچه آب پر کردن همون می چکد. دخترک از آتش غضب قریب گریان شده باز نزد ابو طالب می آید. تو کوزچه ما را چند وقت نگاه داشته ساز کردی و از پیشترش هم بدتر آب می چکد. الها هر روز با کوزچه جوانان جسور و زیبا سنگچه پرانند. برای چی خفه می شوی خاتمت؟ آخر من قصداً شکافچه را ساز نکرده ماندم که تو بار دیگر نزدم بیایی و من جمالت را ببینم. الها جوانان به سری تو سنگچه پرانند، نه به کوزچه من. شوریده می گوید خاتمت و 1 عمری می رود. ابو طالب در حسرت دیدار خاتمت بسی غصه می خورد. آتش عشقش تا رفت بلندتر زبانه می زد. هر قدری که آتش عشق بلندتر می شد غم و غصه همون قدر فزونتر می گشت.
ابوطالب غمین سرودی را آفریده در آن خاتمت و محبتی به او پروریده خود را ترنم کرد. بعد سرود دویمش را نوشت، بعد دهمش را، بعد 20مش را. سپس ابوطالب سفیدگر شاعری مشهور شد. خاتمت در این میان شوهر کرد، به حاجی نام شخص رسید. ثانی از او جدا شده، به موسی نام کسی خاندار شد. روز شاعری مشهور ابوطالب از بازار گذر میکرد که فریادش نمودند: های ابوطالب، کوزچم را ساز کرده نمیدهی؟ شاعر تاب خورده خاتمتی خسته و پیر و قامت خمیده را دید. چشمت را شیره گرفته است ابوطالب، چرا نگیرد وکیل به سری سینه آوردین؟ دوکانچه سفیدگریت را از یاد برآوردگی بر این مینمایی. اگر تکی کپ را کوبم تو را ابوطالب، من شاعر کردگی. همان وقت کوزچم را ساز کردنی نمی بردم، تا حال در بازار سفیدگری کرده می نشستی. خاتمت، اگر در حقیقت آدم را شاعر کرده توانی، پس چرا شوهر یکمت حاجی میلیسه را شاعر نکردی؟ سرود شوهر دویمت موسی را هم هنوز کسی نشنیده است. ابوطالب کیها رفته بود، اما خاتمت هنوز با دهانی باز راست می ایستاد و نمی دانست به این چی سخنان جواب گوید. قطره‌های باران سیم سیم به سر و رویش رسیده او را به خود آورد. خلاصه کلام، تا خودی آدم شاعر نشود، او را شاعر کردن از دستی کسی نمی آید. پدرم حکایت کرده بود که در وقت شعری اولین خود را نوشتنم، یک آدمی مشهور و معتبری داغستان، دوستی دیرینه پدرم گفته است: اکنون رسول به یگان کس دل می بست خوب می شد. خواه عشق نیک فرجام باشد خواه نه، خواه عشق طرفین باشد خواه یک طرفه، بلکه عشق یک طرفه باشد محبت با او تنها غم و غصه آورد بهتر می بود. در این صورت یک بار شاعری بزرگ می شد. دوستی پدرم حتی دخترکی جوانی نازنینی را هم می آفته است که او مرا بدبختم کند شاعر کرده می توانست است. پدرم به دوستی خود چنین جواب می دهد: ببین، در عالم چقدر عاشقان هستند، آیا هر کدام آنها شاعر است؟ برای عشق ورزی زیبا هم استعداد لازم. شاید محبت بیشتر محتاج استعداد است نسبت به آن که استعداد محتاج محبت باشد. چی جای گپ؟ محبت همراه استعداد است، اما جای آن را گرفتن نمی تواند. درباره حسیاتی که ضد محبت است، یعنی درباره نفرت نیز همین را گفتنیم. خیر، سراینده محبت محمود را مثال گیریم. درست است، محمود به چنین پایه بلند شاعری که امروز میشناسیمش به شرافت محبوبه خود رسیده است. ولی من چنین اندیشه دارم که اگر در دنیا آن محبوبه محمود عموما وجود هم نمی داشت، محمود شاعری بزرگ می شد. قوه ناآرام و پرتلاطم او از دو سر به خود راه می یافت، چنان که رستنی از قبط خاک وزنین و نم و تاریک سوی آفتاب راه یافته نش زده می براید. چون که آتش از هیزم خشک اوج می گیرد، استعداد از پرزورترین حسیات انسانی محبت و نفرت غذا می گیرد. شعر زاده تبسم شیرین یا اشک تلخ غمین است. آره، این دلیل ها را قبول کردن آسان، ولی من به شما دو مثال آوردنیم. آیا چه غم و اندوه به اندوه مادر که از پسرش محروم گشته است برابر شده می تواند؟ اینک فرزندی عزیزی او را دفن می کنند، مردم جمع آمده اند، ولی مادر خاموش است و مثل هیزمی تر سوخته و اشک می ریزد و اندوه خود را با سخنهایی که همه شنیده مثل او بگیریند افاده کردن نمی تواند. در این صورت زنان نوحگر می آیند. در چشمان آنها اشک نیست، زیرا که این غمی کسی دیگر است، نه غم خودی آنها، ولی همین که آنها هنری مدهش خود را به کار می اندازند، حاضران هم از زار می گیرند. من این هنر را مدهش نامیدم و حقیقتا هم مدهش و بیرحمانه است. در دین مسلمانی بیگپ گفته نشده است که زنان نوحگر در آن دنیا در قطار درویه و ریاکاران و تهمتگر و دروغگویان به دوزخ می افتند. اما چی می توان کرد هنر را که آدمان را به گریه وادار می سازد؟
اکنون مثالی که عکسی این است: آیا پدر و مادری که پسرشان کلان شده به وای رسیده است، مرد کامل گردیده است و اکنون زن میگیرد، خوشبخت‌تر کسی هست؟ توی عید است فرح بخش، در توی میرقصند، سرود میخوانند. البته بیشتر از همه پدر و مادر داماد خوشنودند، ولی مگر هر کدام آنها شادی خود را با سخن، با سرودی که از آن حاضران همه به شفق آیند و این شادی و سرور از آن خودی آنها گردد افاده کرده میتواند. پدر و مادر پیش از توی اول به اول گشته حافظان ماهر را تکلیف میکنند. حافظان میآیند، دیروز آنها به توی دیگر سرود خوانده بودند، فردا باز در یگان توی میخوانند. با آنها همش یک است، اما استعدادی آنها به آدمان روح میبخشد، آنان را مسرور میسازد. این طور باشد شاید استعداد از تجربه پرمشقتی روزگار غذا میگیرد. آیا همه گونه ظهورات استعداد در صنعت نتیجه معرفتی بزرگ، قسمتی مرکب انسانی و عملیاتی بزرگ است؟ اگر چنین می بود، اول پسرکی 14 ساله و بر ذم آن نابینا با تنبور نوازی خود مردمان ابوالهای اول را حیران و مفتون کرده می توانست مگر؟ محمد رجبوف نام جوانی دیگری که از بچگیش بیماری بستری بود، در وصف مادر سرود نوشت که در اوریستان آدم این سرود را نمیدانستگی و نمیخواندگی نیست. موسیقی این سرود را احمد جرمیلوف آفریده است که هر دو پایش فلج است. بخشیده به او من یک وقت شعری نوشته بودم: مندلینت 8 تار، نغمه دارد 8000. نابینای صاحب استعداد نسبت به بینای بی استعداد عالم را بیشتر می‌بیند. صاحب خرد باز چنین فرموده است: شخصی عاقل در خانه نشسته نسبت به آدمی تهی مغزی که جهان را سیاحت کرده است زندگی را بیشتر می‌بیند. به ضمن این محمد نابینا خیرات هر روزه از بازار غنداشته‌اش را شمرده می‌توانست خطا نمی‌کرد. از دفترچه خاطرات: اگر قوه استعداد تنها در چشم بینا باشد، پس شاعری لزگی کاچخورسکی که هر دو چشمش را خان کافته گرفته بود چه خیل زندگی کرده است. اگر قوه استعداد در ثروت باشد، پس شاعری لزگی یتیم امین که کمبغل و یتیم بود چه نوع شهرت یافته است. اگر قوه استعداد در معلومات باشد، پس سلیمان سالسکی که حتی امضا گذاشته نمیتوانست به جای امضا انگشتش را برنگ تر کرده پخش مینمود چی طور هومری عصر 20 شده است. اگر قوه استعداد در مطالعه پردانی باشد، پس چرا اینقدر آدمان سرمطالعه و پردانی که من دیدم یگان مصری به معنی نوشتن نتوانستند؟ پیشتر در کوهستان بیت برک رسم بود. آدمان صاحب معلوماتی به اوری خنده و نوشته میتوانستگی از یک طرف بودند، چوپان‌های بیسوادی غیر از کسب خود چیزی را نمیدانستگی از طرف دیگر. طرفا با هم مسابقه میکردند. اکثرا چوپان‌ها غالب می آمدند. سرودهای آزاد که چون باد بر پشته‌های کوهساران سبز بنیاد پرواز داشتند، آوازی با احتیاطی خوانندگان صاحب معلومات را پخش می نمودند و بر آن غالب می آمدند. اما به هر حال شاعران که هم صاحب معلومات بودند و هم چوپان بر هر دو طرف غالب می آمدند. اگر در بیت برک محمود یا پدری من غمزت شرکت می کردند، آنگاه این هر دو بین خود مسابقه می کردند، نه با سرایندگان دیگرها خیلی قفا می ماندند. شاید قوی استعداد در خرد است و بس، ولی من هم در مسکو هم در کشورهای دیگر آدمانی بسی خردمند را دیدم. اگر خردی آنها بناگاه به مصرعهای شعر یا به شکل رمان و حکایت تبدیل می یافت، آنگاه اثرهای صنعت به وجود می آمدند، ولی چیزی خلل می رساند که فکرهای خردمندانه آنها از نوک قلم برای کاغذ آیند. در نتیجه این فکرهای خردمندانه یا برباد می روند یا با صاحبان خویش به گور رفته خاک و تراب می شوند. نباشد قوه استعداد شاید در مهنت است، چون این مهنت که از تر تاری موی آدم عرق ریزد. من بارها شنیدم که استعداد نام چیز خود از خود اصلا وجود ندارد
وی در نتیجه مهنتی ثباتکارانه ظاهر می شود. اما به خود تصور نمایید که خانشی بلبلی در شاخ درخت نشسته را من نسبت به هنگاس خریری بر باربردار بیشتر می پسندم. حافظ آن است که عرابه را می کشد، حافظ آن که بالای عرابه می نشیند. الله بزرگ، چه ضدیت هایی هست در جهان. اگر سرود محصول بیکارخوجگی آدمی بالای عرابه نشسته باشد، پس شاید تمام صنعت نتیجه بیکارخوجگی و فارغ بالی، عشقم سیری و بیغمی است. ولی در قصرهای پرحشمت آیا سرودهای در کلبه های کمبغلان تولید یافته را نمی سرایند؟ همین افسانه ها را در حق بای و خانها کمبغلان ایجاد کردند. شمخال ارچی قزاق را به سیبیر بدرقه کرد. ارچی قزاق به سیبیر بدرقه گشته شعرنویسیش را دوام داد. آدمان حالا از شعرهای ارچی قزاق می دانند که چنین شمخال قومیق بوده است. کوهستانیان دویر گورمشویلی نام کنیزی جوانی گرجی را دزدیده بردند. او را در اون سکول به چاه پرتافتند. کنیز در چاه مرطوب نشسته گرجستانی زمردگون و مروارید ریز خود را یاد کرده در حسرت آن شعرنویسی آغاز نمود. به یک حساب گفتن ممکن است که کوهستانیان گورمشویلی را شاعر کردند. دختری خان خنزق آیشت به چوپان جوانی زیبای عاشق شد. پدر از این قصه واقف گشته دختری خود را از خانه راند. شب زمستان هوا خنک بود. آیشت در هوای سرد تا زانو در برف غوطیده و از سنباد پناه نیافته سرودی نخستین خود را ایجاد کرد. این طور باشد پس تمام قوه استعداد شاید در سستی و ضعیفی آدمی در کمبغلی است. شاید از بدبختی و از غم و غصه سرودهای بهترین تولید شوند. کیستید شما؟ شعرها و بهرتان چی باید؟ شما به نزد باطرای وقت آمدید که او پیر شده، گشته و تشنه بیمار و خسته لبی آتشدانی علوش خاموش و سرگشته می نشست. شما به نزد محمود زمانی آمدید که او در خندقای کرپت در چنگال سرما عذاب می کشید و معشوقش همون که محمود از ماه و خورشید، از زمین و آسمان و از حیات جاویدان عزیزترش می دانست، کسی دیگر را شوهر انتخاب کرد. شما به نزد ابوطالب وقتی آمدید که او خورجین در کتف، عصا در دست، دیهه به دیهه گشته گدایی میکرد. اما محبوبش خاتمت عشق او را رد نموده با ملیسه خاندار شد. شما به نزد الدریلف هنگامی آمدید که او از دست قاتلانش کاسه زهر را گرفت. زونتی نائبی بیرحم دهانی انهیل مرین را دوخت و بعد این مرین سرودی بهترین خود را سرود. این سرود باعث آن گردید که نائب تمام باقی عمرش روزی آسوده خواب راحت ندید. قوه تو در چیست؟ آخر به من بگوی ای استعداد، تو چیستی؟ وجدان و ناموس، دلیری و ناترسی، یا ممکن بیم و هراس استی؟ آخر آدمی ترسو نیز شبانه براه می براید، سرود می خواند و با همین خود را تسلا می دهد. تو سعادت یا بدبختی هستی، تو مکافات یا جزایی، تو حسن و جمالی که آدمان بهرت عذاب و عقوبت کشند، یا عذاب هستی که از آن زیبایی به ظهور می آید، یا که ما زاده زمان و واقعاتیم، سنگ به سنگ خورد شراره می براید. جنگ شماره آدمان روی زمین را نمی افزاید، اما قهرمان را زیاد می. من نمی دانم که استعداد چیست، همچنین چی بودن این نظم را گفتن نمی توانم، اما بعضنگاه هنگام راه پیمودن سوی خانگاه در کشوری بیگانه، گاه وقتی خواب گویا بری چکمنم را اندکی برداشته، گاه هنگام قدم نهادنم بروی سبزه نرم گویا از سبزه زنده برآمده به نهان خانه من وارد و به خودم جاری گشته، گاه وقتی خوراک
گاه هنگام شنیدن موسیقی، گاه در حلقه اهل بیت، گاه در میان دوستانی دلخروشم، گاه وقتی به دست برداشتنم و دعای خیر گفتنم کودک را، گاه هنگام پایی سراجای دوست را برداشتنم و ویدای واپسین کردنم با وی، گاه هنگام نگاه برای دلبرم یک باره در نهادم یک چیزی نادر، حیرت آور، سحر انگیز و پرزور پیدا می شود. این چیز گاه شادی آور است و گاه غم انگیز، لیکن همیشه مرا به کاری وادار می کند، مجبور می سازد که سخن رانم. این چیز در دلم بی تکلف و بی پرسش پیدا می گردد. همین چیز می آید و از پسش به سر تلپکی چیرکسی، به دست تنبور و در دل سرودهای پر آرمان محبت. محمود هم تبسمی لطیف و حزن آور بر لب، پدرم هم کاسه زهر به دست، الدریلف هم زبانی از خون نقشین که نائب ناانصاف دخته پرتافته است. مرین هم به نظرم نمایان می شوند. از قفای اینها سیمایی چونین بزرگواران مانند دانته، تالستای، شیلر، بلاک، گیوته، بالزاک، داستایوفسکی نیز پدیدار می گردد. بعضا در نظرم چونین می نماید که از قبط تومن نوردمیده تصویری خداوند پدید است. شما چیستید؟ می پرسم از آن که در نهادم پیدا می گردد. من استعدادی تو، نظمی تویم. تو از کجایی؟ من در همه جا هستم. من چند ساله که باشم تو نیز همین قدر سال داری؟ نه، من یک لحظه اینم و هزار اسره. در من ساده دلی کوچک، عشق مجنونواری جوان، خردی پیری دانش پژوه تجسم گردیده است. من سن و سال ندارم. من گلخنم که هرگز خاموش نمی شود. من سرودم که هیچ کس آن را تا آخر سروده نمی تواند. من پروازم که آن را کسی انجام دادن نمی تواند. من از تو خیلی دورم و در وجود تویم. دارای من بودن هم شادی و کامرانی است، هم عذاب و تلخ کامی است. از من سبکتر هم چیزی نیست، از من وزنین تر هم. اگر من باشم از لرزشی تاری غژک خرسنگ‌های سرد تارس تارس کفیده از هم پاش می‌خورند. اگر من باشم از صدای سرنه نخچیران کوهسار به رقص می‌آیند. اگر من باشم خنجر از دست قاتل می‌افتد و عاشق و معشوق لب بر لب نهاده به وصال هم می‌رسند. وقتی که چادر از سری پتی اول اندی می‌گرفتند، من آنجا بودم. هنگامی که مریم را دزدیده به زین اسبی بیدو پرتافته بردن، من آنجا بودم. دمی که ژان د'آرک در نزد لشکران روح بلند کرده شمشیر از نیام کشید، من آنجا. لحظه‌ای که آدمیزاد به خود بال ساخته از بالای ناقوسخانه کلیسا خود را هوا داد، من آنجا بودم. وقتی که مگلن یا کولومب بادبان کشتی های خود را می برداشتند، من آنجا. وقتی که آلیهی سیکستینی رافائل انشا می کردید، من آنجا بودم. عرصه عملیات من همه زمانها و همه مکانهاست. قطعه و دولتها، حزب و حکومتها، صنف و ملتهای گوناگون وجود دارند، اما آدمان نیز هستند و آنها عقل و دل دارند. محبت و نفرت، جسارت و ترس، نجابت و نیرنگ، فداکاری و دروغگویی، قدسیت و تهمت، خاصی آدمانی همه قطعه هاست. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 19.